این ویدیو میخوام شما رو به دنیای عقرب‌ها ببرم و همچنین نکاتی در مورد زهر اونها و خاصیت مفیدش برای انسان‌ها بگم. پس اگر به مستند حیوانات علاقه‌مند هستین، حتما مثل همیشه تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. عقرب‌ها گروه بزرگی از بندپایان متعلق به رده عنکبوتیان هستند که دارای 8 پا و نیشی دارای زهر کشنده می باشند. نیش عقرب روی نوک دم اون قرار داره. عقرب‌ها جانوران شکارگری هستند و به آرامی به فعالیت‌های زیستی خودشون می‌پردازند و بیشتر در آب و هوای گرم فعال هستند. تاریخچه تکامل عقرب‌ها به 435 میلیون سال قبل برمیگرده. اونا عمدتاً توی بیابون‌ها زندگی میکنن، اما با طیف گسترده‌ای از شرایط محیطی سازگارن و تمام قاره‌ها بجز قطب جنوب پیدا میشوند. بیش از 2500 گونه توصیف شده با 22 خانواده موجود، اما تا به امروز طبقه بندی اونها در حال تجدید نظر است. این جانوران چنگال‌های خارداری دارند که در واقع قسمتی از دهان اونها محسوب می شود. آنها قادر هستند تا ماده خطرناکی از قسمت عقبی بدنشون رو به طرف مهاجم بپاشند. این جانور بیشتر توی شب شکار می کنند و پاهای جلوی بدنشون برای پیدا کردن غذا به کار می برند و بعد از پیدا کردن غذا اونو با چنگال‌هاشون می گیرند. عقرب‌ها معمولاً رنگ‌های مختلفی مانند زرد مایل به قهوه‌ای، خاکستری و سیاه دارند و اندازه اونها بین 5 تا 8 سانتی متر است. اما به خاطر استیلشون میتونن از شکاف‌ها عبور کنن. و در آخر، آیا میدونستین که سم عقرب خاصیت ضد سرطانی داره؟ و جالب اینم بدونید که اگر عقرب یا زنبور عسل نیشتون بزنه و به خیر بگذره، در عوض اون زهر هم به سلولهای سرطانی یا تومورهاتون اگر وجود داشته باشه حمله میکنه و در مقابل چندین نوع سرطان مقاوم میشید، چون سم اونها خاصیت تقویت کننده سیستم ایمنی بدن رو داره. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. تا یک ویدیو دیگه و کلی اطلاعات مفید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مثل همیشه دوستتون دارم.